بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا، درودی به پایان به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیزان تاجیکستانی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز، امیدوارم که همه کسا صحت و سری حال باشید، لباس عافیت بر تن داشته باشید. الله تعالی ما شما را خلق کرد قسمی که باید از خوبی، از جوری، از ناجوری یک برادری مسلمانمان باید خبر داشته باشیم. فرق نمیکنه که برادرمون از چه کشوری است. چرا سلمان فارس از ایران بود، محمد صلی الله علیه و سلم از عربستان سعودی بود. این نشان میدهد که باید در کنار برادران خود به خاطر پیشبرد و ترقی اسلام من حیث یک مشت واحد ایستاد باشیم. و ما تاجیکان افغانستانی امروز از طریق صفحات اجتماعی بعضی ویدیوهای را میبینیم که واقعیت خیلی ناراحت کننده و غیر قابل تحمل است. و ویدیویی که چند روز قبل پخش شد در این صفحات، مادری را پسرش به شهادت رساندند، مادر دیگری فرزندش را به زندان بردند و عروس شایی که 2 ماه میشود از عروسیشان به خاطر کمبود برق اینا از دود انگشت اینا که است به هلاکت رسیدن. واقعا خیلی جای تاسف است. نمیدونم ملت تاجیک یعنی تاجدار سربلند چرا اینقدر ملت بی غیرت شده ایستادند؟ چرا اینقدر ملت خاموش شده ایستادند؟ چرا ما شما مسلمان هستیم، همه کسا بنده الله و امت رسول الله هستیم. شما به امام علی ایمان نیارین. امام علی مسلمان نیست. اگر اون مسلمان باشد هیچ وقت در وسط دخترای در آمده و رقص نمیکند، رقاص است. و اما او امام علی شما را من حیث عروسک پوتین میدانیم. او عروسک پوتین است. هر زمانی که طلاقش شدید و میرود دنبال بختش خانه پدرش. هیچ وقت و شما ملت تاجیکستان وفایی ندارد. و ما ملت مسلمان افغانستان، تاجیکان افغانستان در کنار برادرانی که به خاطر بازپسگیری تاجیکستان ایستاده اند و لشکرکشی میکنند، نه تنها ایستاده هستیم بلکه تا یک قطره خونی که داریم از آنها دفاع میکنیم و برایشان جای میتیم، چی از طریق جانی باشه و چی از طریق مالی باشه ایستاده است. و به خاطر دفاع از خواهرانمان، دفاع از خواهران حجاب مادرانمان که در تاجیکستان هستند و دفاع از برادرانی که امروز این خبیث و این حرامی امام علی نمیماند که از سن 18 ساله به پایین به مسجد بره و نماز بخونه. واقعیت خیلی جای تاسف است. و ما نه تنها پرچم اسلام را در تاجیکستان در اهتزاز می‌آوریم بلکه امیدوار هستیم که در تمام جهان پرچم اسلام را در اهتزاز بیاریم و خصوصا در تاجیکستان عنقریب. و این راه فرار امام علی نزدیک است. دیگه معلوم نیست که در کجام شگافی سوراخ جای میشه و ما امیدوار هستیم که اینقدر برش وقت میتیم که پیش از پیش باید جای خود را آماده بسازه. چرا که اون روز خیلی خنده‌آور است که به کجا امام علی رحمان فرار بکنه. و ما انشالله تعالی بازم تکرارا میگیم که در برابر این ملت غیور تاجیکستان نوجوان نیستیم. ما مجاهد هستیم و در کنار برادران مجاهد خود ایستاده هستیم و از آنها دفاع میکنیم و خواهیم کرد و خود را ثابت میکنیم. نمیدونم ملت تاجیکستان چرا، ملت تاجیکستان شماها هستین که یک دولت را تشکیل میدین. در افغانستان امریکایی آمده بود 20 سال در افغانستان حکومت کرد. ملت افغانستان، متدین افغانستان، ما آنها را سرکوب کردیم، رای کردیم دنبالشان. روس آمد در افغانستان، آنها را سرکوب کردیم رفت. انگلیس آمد، همینطور برش یک درسی ادب دادیم. بشار اسد را در سوریه آیا مردمش از حکومت برکنار نکرد؟ همین رقم ما در افغانستان امریکایی ها را اخراج نکردیم. شما چرا
شما چرا یک عروسکی پوتین را از بین برده نمیتوانید؟ شما در 24 ساعت ما ملت افغانستان نه برق داریم از خود، هیچ چیز نداریم، از برق تاجیکستان استفاده میکنیم. 24 ساعت برق داریم، از برق شماها استفاده میکنیم. ازبکستان از برق شما استفاده میکنه، قزاقستان از برق شما استفاده میکنه و شماها را از طریق صفحات اجتماعی نگاه میکنن که 2 ساعت برق داریم، اون 2 ساعت هم براتون نمیده. شما چرا از حق مسلمتون دفاع نمیکنید؟ باید از حق مسلمتون دفاع کنین. ملت شریف تاجیکستان از حرفای ما ناراحت نباشین. ما اولادهای شما مردم هستیم. در زمان روزها ما به افغانستان مهاجر